امکان دارد با همین معاش خدمتی خریدن هم ماشین هایی که در کنار ریاست میستد. این سوال خبرنگار 11 ایول در نشست خبری به مسئولین ریاست اندوز ولایت سوخت داده شد که یک بحث گرمی را بین مقامات و خبرنگاران به وجود آورد. در صحن بینای مقامات دولتی مبادا اگر ماشین خارجی است معنی اون نداره که کارمند خدمت دولتی. اگر شما فکر کنید مگر در نزد وزارت مالیه ماشین گران ارزش باشند این همه ماشین کارمند وزارت مالیه یا دیگر است. کجا وقتی که ببینید علامت من است بغیر از ماشین کارگرای همین ریاست گذاشتن دیگر ماشینا من است. پس علامت برای همه یک خیلی است. نه کارمندای مقامات اندوز خود ندارد داشتن ماشین. شما علامت در پاسخ بختیار سلطان سردار ریاست اندوز ولایت سوخت از صاحب اتومبیل گران ارزش بودن کارمندانش اظهار بی‌خبری کرد و گفت اگر شما یک معلومات دوری این مسئله باشد اگر مرحمت کنید لیکن دوری ماشینایی که من همین در ریاست اندوز یک ماشینایی به فکرم اول قیمت بها دیگه نمیبینم همینجا اگر شما دیگه باشه من نمیبینم این مسئله. به اطلاع بختیار سلطان ناظران قطاری اداره اندوز به حساب میانه 800 سامانی و سردار ریاست 1780 سامانی معاش میگیرند. یک کارمند این نهاد دولتی باید حدود 10 سال ماهانه‌اش را جمع کند تا یک ماشین را با نرخ $10,000 بخرد. اینجا نظرات اندوزپلان میونه هم هست اینجا برای نظرات اندوزپلان خیلی اون صاحبکار میبیاد او صاحبکار میبیاد ثبوت میسپرد و اگه وای کردم بیاد اگه ماشین اگر دیدگی باشه ممکن ماشین صاحبکار باشه ماشین شما نمیاد ممکن شاید. در ادامه این صحبت سردار ریاست اندوز ولایت سوخت تلاش کرد موضوع را بیشتر شرح دهد و از کار همکارانش حمایت کرد. در فعالیت خودجوی دهخانی یا دیگه چیز نسبت در دور فعالیتشون در نسبت هر یک چون نسبت خودجوی دهخانی دوران نسبت خلاص هم است در نسبت باید اون مسئله فعالیت صاحبکاری اقتصادی عیب نمیده نسبت اما اگر نسبت واقعی باشد که یک ماشین که قیمت به اون ماشین مولی ندیده مثلا